به نام خدا شروع میکنیم جلسه جدید و توی این جلسه میخوایم تنظیمات اساسی پریمیر شما رو بهتون یاد بدیم. تنظیماتی که اگر درستش نکنی قطعاً به مشکل خواهی خورد و این تنظیمات روی کل پریمیر تاثیر میذاره، نه یکی از فایلات، یعنی تنظیمات اصلی. برای اینکه به صفحه تنظیمات پریمیر بریم میایم روی سربرگ ادیت، گزینه پرفرنسز و گزینه جنرال رو میزنیم تا این صفحه برامون نمایش داده بشه. خب اولین چیزی که ما باید در موردش بدونیم اودیو هاردویر. این اودیو هاردویر چیه و چه کاربردی داره؟ ببین، من زمانی میرسه که با استفاده از این گزینه، حالا شما یه اسپیکر بیشتر نداری، خب ولی اگر من یک هندزفری وصل کنم اینجا، یک هدفونی وصل کنم، این 2 تا گزینه میشه و شما میتونی انتخاب کنی که صدا از طریق اسپیکر پخش بشه یا از طریق هندزفری پخش بشه یا اصلا یه اسپیکر دیگه به جز این اسپیکر نداری. اون موقع 3 تا فایل میشه. اما شما هر چقدر اسپیکرات رو عوض میکنی صدای توی پریمیر تغییری نمیکنه، به خاطر اینکه پریمیر صدا رو طبق دستورات خودش توی اودیو هاردویر مشخص میکنه. برای مثال خدمتتون عرض میکنم، شما میری اینجا تنظیمات صدا رو میذاری روی هندزفری، درست شد، اما میای توی پریمیر میبینی صدا هنوز داره از طریق بلندگو پخش میشه. هی میای اینو میذاری رو اسپیکر، میذاری رو هندزفری، میذاری اسپیکر، میذاری رو هندزفری، میبینی درست نمیشه. لپتاپ شما، کامپیوتر شما به مشکل نخورده. مشکل اینجاست که پریمیر از دستور کامپیوتر برای پخش صدا تبعیت نمیکنه. باید بیای توی اودیو هاردویر و خودت مشخص کنی که میخوای اوتپوت چی باشه. اوتپوت یعنی خروجی صدا. اینجا روی اسپیکره، میتونی عوضش کنی. میبینی اینجا هم روی میکروفونه. اینپوت یعنی ورودی صدا، میکروفون. اوتپوت یعنی خروجی صدا، اسپیکر هات که اینجا روی اسپیکر تنظیم شده. متوجه شدی؟ این اولیش. دومین جایی که ما باش کار داریم و فوق العاده برامون مهمه اتو سیو. چرا اتو سیو برامون مهمه؟ ببین، نرم افزار پریمیر یه نرم افزاریه که فوق العاده کرش میکنه حتی اگر شما کارت گرافیک 4090 روی سیستمت باشه. یعنی ربط نداره به اینکه سیستمت چقدر قوی باشه. همین الان دیدیم ما داشتیم ورک اسپیس رو عوض میکردیم، سیستم شما هنگ میکرد. کرش کردن یعنی چی؟ یعنی وسط کار یهو برنامه خاموش میشه، یهو کامپیوتر تو رو از برنامه میندازه بیرون. به این عملیات میگیم کرش کردن. حالا فکر کن شما یه چیزی حدود 2 ساعت برای تدوین یه ویدیو وقت گذاشتی و یهو خود نرم افزار شما رو میندازه بیرون و تنظیمات 2 ساعته شما، ادیت 2 ساعته شما بیهوده میشه. این اتفاق برام افتاده که دارم بهت میگم. پس میای توی اتو سیو یعنی سیو خودکار و بهش میگی که اتوماتیکالی سیو پروژکت رو فعال کنه که هر 5 دقیقه یک بار، نه 3 دقیقه یک بار برات ذخیره سازی رو انجام بده. هر 3 دقیقه یک بار برای شما ذخیره سازی رو انجام بده. ماکسیموم پروژکت ورژن این چیه؟ این هم آیا باید تغییر کنه؟ بله. اول باید تعریف کنم که برات این چی هستش. ببین، شما هر پروژه پریمیری که به وجود میاری این ورژناش با ورژنای مختلف فرق میکنه. یعنی چی؟ یعنی آقا مثال میگم، توی پریمیر رو باز کردی، توی 10 دقیقه اول یه سیو انجام دادی، رفتی جلوتر 15 دقیقه یه سیو دیگه، رفتی جلوتر 25 دقیقه یه سیو دیگه. درسته؟ خب طبیعتا هر چقدر سیو میکنی یک فضای ذخیره سازی برات به وجود میاد دیگه. یعنی مثلا همون 10 دقیقه شده 3 مگ، 15 دقیقه شد دیگه شده 15 مگ، اون 20 دقیقه شده مثلا 17 مگ. خب اینا رو وقتی جمع میکنی میبینی تعدادش زیاد میشه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که شما ماکسیموم پروژکت ورژن تو گذاشتی روی 20.
خود به خود وقتی 20 تا ذخیره میشه دیگه ماکسیمومش 20 دیگه کاری انجام برات نمیده. میتونی بیشترش کنی، میتونی کمترش کنی، دل بخواه تو. اگر فضای ذخیره سازی زیادی داری اینو میتونی تا 50 تا 100 تا هم ببری. گزینه بعد اینجا ببینی اینجا team project change are saved in the background as you work. میگه این ذخیره هایی که انجام میدادم کجا ذخیرش کنم؟ لوکیشن ها دادم چی؟ نه اینجا چیه؟ سی. آفرین. اگر این لوکیشن رو تغییر ندی میبینی بعد از 1 ماه 2 ماه کار با پریمیر بدون اینکه هیچ فایلی داشته باشی درایو سی پر شد. چرا؟ چون همون ذخیره ها رفتن تو سی یوزرز، تهراکام، اپدیت ها، رومینگ، ادوبه، کامان، تیم لوکال هاب و اتوسیو ذخیره شدن. خب به خاطر همین میگم این تنظیمات مهمه. طبیعتا شما باید این سی رو عوض کنی، بروز رو میزنی و میای توی همون ای که بهت گفتم باید مخصوص پریمیر بزنیم، اسم اینو یه اتوسیو میسازی و از این به بعد اتوسیو های شما میاد توی ای، توی پوشه اتوسیو ذخیره میشه. اینجوری دیگه سی شما پر نمیشه، ای پر میشه که اون موقع بعدا میتونی ای رو پاک کنی یا یه هارد برداری بریزی توی هاردت. اینم دومی. سومین چیزی که ما بهش نیاز داریم چیه؟ مدیا کش. مدیا کش چیه؟ کش تمام کارهایی هستش که باعث میشه شما وقتی میخوای یه کار جدید انجام بدی نخواد سیستم هنگ کنه. کش رو توی مرورگرم داری. برای مثال وقتی وارد یک سایت میشی دفعه دوم که میخوای وارد اون سایت بشی دیگه سایت سریعتر میاد بالا. دفعه اول وارد میشی یه مقدار طول میکشه، ولی دفعه دوم میخوای وارد شی، سوم، چهارم دیگه سایت سریعتر میاد بالا. به خاطر چی؟ به خاطر کش هاش توی موبایل شما ذخیره شده. کش کارش همینه، یه سری اطلاعات کدنویسی شده است که میاد توی موبایل شما ذخیره میشه و باعث میشه سایت سریعتر باز بشه اگه خاصی دفعه بعد بازش کنی. اینو توی پریمیر هم داریم. مثلا من از یه افکت استفاده کردم، افکت 2 دقیقه طول کشیده روی فیلمم اعمال بشه. دفعه اول 2 دقیقه طول میکشه، دفعه بعدی 30 ثانیه طول میکشه، دفعه بعدی 15 ثانیه طول میکشه. به اینا میگیم کش. چیزایی که با ذخیره شدن توی کامپیوتر ما باعث میشن سرعت سیستم ما موقع انجام عملیات بالاتر بره. حالا این کشا کجا ذخیره میشه؟ دوباره توی سی. پس میام بروز رو میزنم، میام اینجا روی ای و اینجا یه نیو فولدر میسازم، اسمشو میذارم کش و بعد سلکت فولدر رو میزنم. تمام شد. الان از این بعد کش ها میره توی ای ذخیره میشه که دوباره سی ما پر نشه. اینجا هم میدا کش دیتابیس، این فایل ها بود، این دیتابیس هاست، اینا کد نویسی هن، اینا فایل ها. بروز رو میزنم، دوباره اینم میبرم توی ای و اسم اینو میذارم کش دیتابیس و بعد سلکت فولدر رو میزنم که بره توی ای بشه. تا اینجا اوکی، سوالی که نداریم. بعدی چیه؟ مدیا کش منیجمنت. میگه که 3 تا گزینه داره. Do not delete cache files automatically، یعنی فایلای کش رو به صورت اتومات پاک نکن، خودم میخوام پاک کنم. آیا فایلای کش رو میشه پاک کرد که جلوی ذخیره سازیمو بگیره الکی حجم من زیاد نشه؟ بله. چجوری میشه پاکشون کرد؟ با اومدن توی مدیا کش و زدن گزینه دیلیت. من دیلیت رو بزنم الان کشای من پاک میشه. درست شد؟ اما میتونم کاری کنم اتومات بشه. اگر اینو بزنم باید هر هفته بیام یه بار دیلیت رو بزنم که کشای من کامپیوترم رو پر نکنه. اما میتونم اتوماتیکش کنم، بگم هر موقع 90 روز گذشت، نه 14 روز گذشت، اتومات خودت کش رو پاک کن آقای پریمیر یا خانم پریمیر. گزینه سوم چیه؟ میگه بازم من اتومات انجام میدم، اما بر چه اساس؟ بر اساس حجم، یعنی گیگابایت.
میگه مثلا کشای تو رسید به اندازه 10 گیگابایت، من پریمیر برات پاکش میکنم. حالا من سلیمان تکمیلی چیکار میکنم؟ میام روی گزینه این میزنم و یه هفته یه بار، 2 هفته یه بار، هر موقع نیاز داشتم میام دیلیتو میزنم. چرا؟ چون ممکنه یه جایی کشه نیازم باشه، پروژه سنگین داشته باشم و اون کشه باعث میشه من راحت‌تر باش کار کنم. پس نمیذارم روی 14 روز رو یا روی 10 گیگ. هر موقع پروژه سنگینم تمام شد میام دیلیتشو میزنم. یعنی از اون پروژه سنگینم خروجی گرفتم. متوجه منظورم شدی؟ فکر کنم شارژش داره تموم میشه. شارژ 10%. خب مثلا کش روی مثلا لپتاپ باشه، خب به پریمیر داره. این چرا تو پریمیر کش هست اصلا؟ آها ببین یه بار من گفتم ببین برای سریع‌تر کردن آره ولی منظورم که به پریمیر چه ربطی داره؟ خب ببین تو همین الان پریمیر رو خواستی یه ورک اسپیس رو عوض کنی، دیدی چقدر طول کشید؟ کش باعث میشه دفعه بعدی خواستی ورک اسپیس رو انجام بدی، عوض کنی، سریعتر کار انجام میشه. کش اینجا به کار میاد. دیدی حدود 15 ثانیه 20 ثانیه طول کشید یه ورک اسپیس عوض میشه. تو ویدیو قبلی دیدیم دیگه. ولی کش باعث میشه اون 15 ثانیه 20 ثانیه بشه 1 ثانیه 2 ثانیه. کش برای این استفاده میشه. تا شارژ تمام نشده من سراغ گزینه بعدی هم برم که مموریه. مموری چی کار میکنه؟ میگه من برای پریمیر از چقدر رمت استفاده کنم. اول بهت گفته شما 31 گیگابایت رم داری، درسته؟ و بعد اینجا میگه 6 گیگابایت از این رمت برای بقیه نرم افزارها استفاده میشه، 25 گیگابایت از این رمت برای پریمیر استفاده میشه. و اگر این آبیه رو با چپ کلیک بگیرم زیاد و کم کنم، الان 30 گیگابایت برای بقیه نرم افزارها استفاده میشه و 1 گیگابایت هم فقط برای پریمیر استفاده میشه. پس برای اینکه کارام بهتر بشه، سری قبلی شارژ لپتاپ تمام شد، الان داریم ادامه ویدیوی قبلی رو میگیریم. ببین اومدیم صحبت کردیم که این قسمت میزان رم استفاده شده برای بقیه برنامه‌های ادوبه رو بهمون میده و این قسمت رم available for PR میزان رم استفاده شده برای پریمیر رو بهمون میده. طبیعتا اگه ما 32 گیگابایت 31 گیگابایت رم داشته باشیم باید مقدار زیادی رو اختصاص بدیم به پریمیر. من اینو میام مقدار سایر نرم افزار رو کمتر میکنم، میرسونم مثلا به 6 گیگ برای سایر نرم افزارا، برای پریمیر بشه 25 گیگ. این اوکی. اینجا هم اوکی ها میزنم. میرم سراغ تنظیمات بعدی که اینجا داریم، ادیت، پرفرنسز و دوباره ژنرال. یه قسمت اینجا داریم بعد از مدت ها پریمیر این قابلیت رو اضافه کرده و فقط توی نسخه 2025 توی بقیه نسخه نیستش. اونم چیه؟ اونم اینه که شما میتونی رنگ پریمیرت رو خودت انتخاب کنی از بین 3 تا گزینه‌ای که بهت میده. دارکست همین رنگیه که الان داری میبینی و به صورت پیش‌فرض براش فعاله. دارک یه مقدار خاکستریه، مشاهده میکنی؟ یه نسخه قدیمی هم همینجوری خاکستری بودن. توی این نسخه ما دارکست رو داریم که بیشترش سیاهه. و لایت، خیلی از لایت خوششون نمیاد، خیلی هم ممکنه خوششون بیاد، ولی ما تدوینگرا چون با دارک کار کردیم بیشتر روی دارک کار میکنیم و دارکست. این دارکست اختصاصی برای نسخه 2025 اومده و کلا تغییر رنگ برای نسخه 2025. سایر نسخه این رو نداره. اگر روی این گزینه هم بزنی میاد یه قابلیت آشور این دور اضافه میکنه. مشاهده کردی برای تمام المان ها میبینی همه رو اضافه کرده. مثلا من الان اینو غیر فعال کنم، اینجا نگاه کن، میبینی یه مقدار پررنگ ترش میکنه تا به چشم بیاد. من باشم فعالش میکنم و حتما روی دارکست میذارم بمونه و تمام. اینم ادامه ویدیوی قبلی تا بریم سراغ ویدیوی بعدی.